با زبان ساده دعوت بکنم از استاد ارجمندم جناب آقای مهندس بزرگزاده، یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی و ادبی شهرستان سراوان، که جهت ایراد سخن یا قرائت مقاله یا قرائت شعر به جایگاه تشریف بیارند. با صلوات ایشون رو همراهی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت تک تک حضار، به ویژه فرماندار محترم و فرهنگ دوست شهرستان سراوان و همه بزرگواران، شاعران، فرهنگ دوستان و مردم فرهنگی سراوان. دیشب همین موقع مراسم معنوی و فرهنگی رو در زاهدان داشتیم تحت عنوان فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ. علت این که اینو عرض میکنم، اکثر دوستان خوب منو میشناسن، با شخصیت نقادانه من آشنا هستند. اهل تملق نیستم، ولی بر خودم واجب میدونم که این احساس غرورم را که دیروز در جمع دوستان در زاهدان داشتم بیان کنم. از جمع 300 نفر فارغ التحصیل دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی 151 نفر سراوانی بودند. خب بنده به عنوان یک سراوانی معلومه اونجا به خود میبالم و پرواز میکنم. تنها فرمانداری که از فارغ التحصیلان هم مکتوب هم هدایایی رو تقدیم کرده بود آقای مهندس سجادی بود و تشکر ویژه دارم از تمام خدمات فرهنگی ایشون. قطعاً تأثیر گذاشته در رشد و فرهنگ سراوان و دیروز بنده به خودم بالیدم که یک همچنین شخصیتی رو به عنوان مسئول و به عنوان فرماندار در سراوان داریم. این هم یک نمونه از کارهای فرهنگی ایشون. آقای دهواری جوری که به ما قبلا گفته بودن، شب شعری هست تحت عنوان شعرای سراوان که در زمینه سراوان چه فارسی چه بلوچی شعر سرودند که انشالله اینا رو جمع کنند و هم امشب ارائه بشه اینجا، هم بعدا مکتوب بشه در یک کتابچه‌ای. و فقط همین مراسم البته خب تناسب پیدا کرده، همزمان شده با سال روز فتح و خرمشهر. بنده هم این پیروزی بزرگ رو به ملت ایران و به شما مردم خوب سراوان که ایرانی الاصل هستید تبریک میگم و روز موزه رو هم خدمت آقای دهواری، همکارانش و شما مردم سراوان هم تبریک میگم. من هم شعر در مورد سراوان دارم، هم مقاله ای رو تحت عنوان سیر تحول شعر بلوچی. سیر تحول شعر بلوچی رو در 3 دوره کهن، میانه و معاصر 15 سال بنده در حال جمع آوریش هستم و تقریبا کار نهایی شده، اشعار جمع شده، نوشته آماده شده. فقط به دلیل بی‌بضاعتی مالی که اکثر فرهنگیان دارن هنوز به مرحله چاپ و تایپ نرسیده، در حال تایپ و چاپ هست. انشالله با همت مردم فرهنگ دوست سراوان و استان و همه مسئولین فرهنگی انشالله این کار تا پایان امسال به تمام برسه، اتمام بشه انشالله. قبل از اینکه سراوانی باشم، بنده و همه سراوانی ها ایرانی هستیم. به همین دلیل سروده کوتاهی دارم تحت عنوان ایران ما. مرزهایت پرگوهر ایران ما، مردهایت با هنر ایران ما، جاده‌هایت جاده ایمان ما، مادرانت شیر زن شیران ما. بی تو هرگز ما نباشیم لحظه‌ای، مادر ما، مهر ما، ایران ما.
خنده هایت خنده لبخند ما، دردهایت درد ما ایران ما. می تپد در سینه عبدالسلام، نام تو با 100 درود ایران ما، نام تو با 100 درود ایران ما. من قبل از اینکه اشعار سراوانم را بخونم، مقاله ای رو تحت عنوان سیر تحول شعر بلوچی، خلاصه ای از اون تحقیق هست که خسته کننده انشالله نباشد. شعر بیان احساسات است. شاعر بر حسب جامعه‌ای که در آن زیست می کند، احساساتش را نسبت به فرهنگ، آداب و رسوم آن جامعه در قالب شعر بیان می کند. شعر بلوچی که بیان فرهنگ، آداب و رسوم و حماسه ها و دلاوری های قوم سلحشور بلوچ است و بیانگر مقاومت مردمی است که برای حفظ ناموس و شرف خود در مقابل تجاوز و زورگویی بیگانگان مبارزه و در راه آرمانهای خود جانفشانی کردند. از زبان پهلوانان بیان و سینه به سینه تا به امروز نقل شدند. اما اینکه بدانیم شعر بلوچی از چه زمانی سروده شده است، همه قبول دارند، همه محققین قبول دارند که همزمان با تاریخ و تمدن قوم بلوچ شعر بلوچی نیز تاریخ دارد و توسط شعرای بلوچ سروده شده است، هرچند مکتوب نشده است. اما آثاری از شعر بلوچی باقی مانده و سینه به سینه توسط پهلوانان نقل شده است. برای اینکه بدانیم از چه زمانی آثاری از شعر بلوچی باقی مانده است، ضرورت دارد که سیر تحول شعر بلوچی را از همان ابتدا تا امروز که شعرای جدید می‌سرایند بررسی کنیم. برای این بررسی میتوان شعر بلوچی را به 3 دوره تقسیم کرد. 1 دوره شعر کهن بلوچی، 2 دوره شعر میانه بلوچی، 3 دوره جدید بلوچی یا شعرای معاصر. در این تحقیق بنده پرداختم به هر 3 دوره و جمع‌آوری اشعار هر 3 دوره که من اینجا فقط توضیحات این 3 دوره رو عنوان میکنم. دوره شعر کهن. اشعار این دوره بیشتر به نثر شبیهند تا نظم، البته با ریتم و آهنگ خاصی توسط پهلوان خوانده میشوند. اشعار این دوره محدود به وزن و قافیه نمیشوند، به عبارتی شعر آزاد میباشند، همانند شعر نو در فارسی. شاعران این دوره داستانهای حماسی و اسطوره‌ای بلوچ را با آهنگ خاصی میسرودند، از جمله داستانهای حماسی و عاشقانه چاکر و گوهرام، هانی و شیمورید، جنگ مهراب با انگلیسی ها و مبارزات مردان و اسطوره های بلوچ. نمونه هایی از اشعار این دوره داریم. البته در این دوره گاهگاهی شعر منظم نیز دیده می شود، از جمله اشعار جامدرک دنبکی، شاعر معروف و اصلی ترین شاعر این دوره است. میگویند جامدرک دنبکی ملک الشعرای دربار نوری نصیرخان، یعنی در سال 1750 میلادی بوده. جام اسمش فرزند درک، فرزند کرمخان از قبیله دنبک. همدوره جامدرک قاضی نور محمد گنجاوی بوده که صاحب دیوان جنگنامه تحفة النصیر دیوان شعر فارسی است. از نمونه اشعار جامدرک دنبکی: چگوشتنا دست و سرین دوست چگلان تاجکترین راهدین گسه بانوک گلین درین نگین جامدرک ارواح گین وشبو محتابی جوبین. در جای دیگر: صبح یاد کنان ستارا روزی رازکین داتارا لودی زیروتی کتارا گونده گوانزلوکین تارا برگور حاکم سردارا روچی ربتگان پیکارا گنجین دادر دربارا. جامدرکی از شعرای معروف این دوره بوده که مجموعه اشعارش در یک دیوان تحت عنوان درچین جمع‌آوری شدند. یکی دیگر از شعرای این دوره، یعنی اولین شاعره بلوچ به نام سورچک لاشاری،
البته اولین شاعره بلوچ که شعر فارسی داشته و فارسی گو است رابعه حضداری هست. سورج کلاشاری به این عنوان بنده اولین شاعره بلوچ میگم که شعر بلوچی سروده است. میگویند سورج کلاشاری برای دیدن ملک دینار حاکم کیچ و مکران در سال 1150 هجری قمری عازم کیچ می شود و هنگام ورود به کاخ ملک دینار بلافاصله این اشعار را به زبان می آورد. سلام علیک ملک دینار، سخی و آکلین دارتار، منی هپشتگین سردار. از آنجایی که ملک دینار نیز خود طبع شعر و شاعری داشته، بلافاصله در جواب سورج کلاشاری ملک دینار این اشعار را به زبان می آورد. علیک سورج کلاشاری، کدی سرگبتگه باری، پراه کشتگواری، بگنده ابر دیناری، بدنت لیده سواری. و اما دوره میانه شعر بلوچی. در این دوره شعرا بیشتر روحانیون هستند که سواد عربی و فارسی را آموخته و با شعر فارسی نیز آشنایی کامل دارند. به همین دلیل شعر این دوره متأثر از کلمات و الفاظ فارسی و عربی می باشد. شعر این دوره را شعر منظم و شعری که دارای وزن و قافیه می باشد. معروفترین شعرای این دوره عبارتند از مولانا میرزا ناطق مکرانی. البته ایشون هم فقط دیوان شعر فارسی دارد، شعر بلوچی ندارند. مولانا میرزا ناطق مکرانی ولد نور محمد ملازعی ساکن تسب پنجگور و برادر پیر محمد بوده که نسل پیر محمد هنوز در پنجگور ساکن هستند، ولی اصالتاً از مکران و از سراوان بودند. دیوان شعر مولانا میرزا ناطق مکرانی تحت عنوان جوهر معظم جمع‌آوری شده. از شعرای دیگر این دوره ملا فاضل، ملا ابراهیم و برادرش ملا بهرام، ملا قاسم، ملا بوهیر اول و دوم، ملا رگام، عزت الله پنجگوری که ایشون هم از دهان سب سراوان مهاجرت به پنجگور داشته است. ملا عبدالنبی دوم، مست توکلی، ملا نور محمد بنپشتی سراوانی و ملا نور محمد کومیتگی سربازی. ملا نور محمد کومیتگی سربازی تمام شعرهای شعرای قبل از خود را حفظ داشته در سینه‌اش. قلندر عالی زهیر ریکی، ملا بهادر، ملا داد محمد پرومی، سردار عبدالکریم میروالی، صاحب دیوان یاتانی دری و سردار ملک دینار میروالی، صاحب دیوان زری نود و استاد حسن زرگر دزدکی، صاحب دیوان گوناب. و اما دوره جدید شعر بلوچی. شعرای معاصر بلوچ اشعارشان چه بیان کننده داستانها و حماسه های قدیمی بلوچ باشد، چه اشعار ملی، مذهبی، عشقی و یا سیاسی، همه به صورت منظم و در قالب غزل، مثنوی، رباعیات، شعر نو و سروده شده‌اند. اکثر شعرای بلوچ ایرانی دیوان شعر بلوچی و دیوان شعر فارسی دارند. اشعار بلوچی و فارسی شعرای معاصر بلوچ برخی چاپ و در دسترس عموم قرار گرفتند و برخی هنوز چاپ نشدند. در این دوره شعرای نامی و گمنام زیادی داریم. اسامی شعرای معاصر بلوچ زیادند. اما ملک الشعرای معاصر بلوچ شاعر نامی مرحوم جناب حضرت مولوی عبدالله روانبد پیشینی است که مورد احترام عموم مردم بلوچ در تمام دنیا می باشد. مولوی عبدالله روانبد علاوه بر اینکه از شعرای نامی و معاصر بلوچ است، به سعدی بلوچستان معروف است و یکی از روحانیون برجسته بلوچستان بوده که در فقه، تفسیر، فلسفه، منطق، صرف و نحو استاد بوده.
مولوی عبدالله روانبد جایگاه خاصی در شعر بلوچی دارد، زیرا که اشعار وی ساده، روان و دارای نظم و آهنگ دلانگیزی می باشد. هرچند از کلمات فارسی و عربی در اشعار بلوچیش نیز استفاده کرده، اما جلوه خاصی به شعر بلوچی داده و شعر بلوچی را با مهارت و هنرنمایی قابل تحسین مزین به کلمات شیرین فارسی و عربی کرده است. از اشعار معروف مولوی عبدالله روانبد همه ما و شما میدونیم شعر مکران و شعر بلوچستان ایشون است. شعر قیامت، شعر امام حسین و کربلا و اشعاری از ائمه دیگر از این شاعر بزرگوار به جا مانده است. اینجا قابل توجه برای ما سراوانی است. ایشون با این افتخاراتی که در شعر و ادب بلوچی دارد شاگردان زیادی داشته است، اما تنها شاگرد در قید حیات که خود نیز از شاعران بلندپایه و نامی بلوچستان است جناب حاجی خدا رحم شکلزئی هست که سراوانی و در ساکن زاهدان در حال حاضر. از طرف ایشون بنده نمایندگی دارم، شعری رو در مورد سراوان سرودند و تقدیم این مجلس کردند و عذرخواهی از این که خودشون نتونستند در این محفل خوب و عرفانی و ادبی شرکت کنند. شعر ایشون رو بنده قرائت میکنم و بعد شعر خودم رو. سراوان باغ و بستان و بهارن، سراوان لایق سیل و ندارن. سراوان گونوتی گنجین کشاران، بهشتی حال و هنگور و هناران. کنات و جو و سارتین چشم ساران، هوایی دلکش و انبر اوارن. سراوان لایق سیل و ندارن. بیا شهرا برو نخلانی سیلا، کشارانی تماشا زرد میلا. بکن خالی غمانی پررین کیلا، سراوان سبز و آباد و کشارن. سراوان لایق سیل و ندارن. چه زرتشتی زمانه اهدی بازین، من سرجو گنده سولی سرفرازین. گتاک و شاخ و لنبان دل نوازین، چه پیشی عهد و دوران یادگارن. سراوان لایق سیل و ندارن. کلاد زگ و شاهی تحت و بارگاه، گناه هشان گرانین چون پناگاه. من پیشا بیته شیخانی دوارجا، سراوان می گلین جاه و دوارن. سراوان لایق سیل و ندارن. زیارت باب حاجی پیر پیران، تمنای دل روشن ضمیران. چراغ و چشم درویش و فقیران، زیارتگاهی پلین ملگزارن. سراوان لایق سیل و ندارن. سیاهانی کلاد بندین حصاران، گناکشان ما هزار گنجین نگاران. سیاهانی کلاد بندین حصاران، گناکشان ما هزار گنجین نگاران. نشان و یادگار من دیارن، چه وحدیگین زمانه یادگارن. مگس کوهبیر کو تیهور گنجین بارین، گو جهلانکین گرو گرتان تلارین. حکیمی جروداران بیشمارین، امید هر غریب و بزکارن. سراوان لایق سیل و ندارن. گلین بانو گو پردوچین گورو شار، گو ٹک و محسم و پیت و پلیوار. چلمب و قید و شمس و تاسن و وحار، گو سیاهین چادر سق باوغارن. سراوان لایق سیل و ندارن. برو تبلیغ مرکز دیدگ نور، اگن لوٹے تو باگین جنت حور. مبو چک گلشن اسلام ره دور، مسیتان گند گلبانگین توارن. سراوان لایق سیل و ندارن. امیرین مردمان تی وش لسانی، ملوک و دورنژاد و نامدارن. سراوان لایق سیل و ندارن. زمان انگریز شومین جنگا، میدین تک سرمچاران چون نهنگا. گو زهم و هنجر و گرکی تفنگا، وتی مرزان چو شیرا پاسدارن. سراوان لایق سیل و ندارن. سراوانی کلاتان یادگارین، گو سرفیلین امیران باوغارین. مدادار و نهنگ و سرمچارن. بلوچی رو میخونم با شعر فارسی.
بلوچین ما سراوانی بلوچین کلات نند و ملک میریم بلوچین چرند چاکر و رندیم بلوچین شبم پشتی سواس دریم بلوچین سب سردار و سورانی بلوچین سپاهی دزکی دریم بلوچین مزاتی سبزو و زردین کروچین زجال کی ربی و ناهوکی دوچین بلوچین شستونی شهمیرین بلوچین شگوشت پاک و پاک بندین بلوچین بلوچین ما نگارانی بلوچین هنرمند و سرین بندین بلوچین گوشید عبدالسلام ما شیرین بلوچین پا دشمن تیر و تیر سوچه بلوچین ای سراوانن میسر و جانن کل بلوچانی عزت و شانن ای دگار آباد سبز و شادانن هر وڑین درچکو میوگی مانن پستگی زهمجن چوک شیرانن دوتگی ستپوش حفظ قرآن. زبید خانم در سال 69 این سروده شده، اون زمان زبید خانم اولین حافظه قرآن بود. پستگی زهمجن چوک شیرانن دوتگی ستپوش حفظ قرآن مردمی مومن کل مسلمانن محمدی دین ملک دین پانن مکتب اسلام حکم و فرمانن دشمن و اشرار چیشی حیرانن عبدالسلامی شعر و گالانن چه سراوانا شنگ و تالانن چه سراوانا شنگ و تالانن. و السلام علیکم. درود بر شما، خسته نباشید. البته شما خسته نباشید. آقای مهندس که خسته نمیشه و این خوان زیبا و رنگین شعر و ادب که امشب ما بر سر آن نشسته ایم توصیه میکنم به شاعران عزیز که قرآن کریم میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا. سر این سفره دیگه اسراف نکنید. برای خودتون البته اینجا ضرر نداره، بلای یک عده‌ای که اینجا نشستن ضرر داره. ما فکر میکردیم شعر ما شاید توش هم نون هست هم آب، اما از اون ته به من یک یادداشتی دادند که ما تشنه ایم. گفتیم چشم، آبم بهتون میدیم.